درود بر شما. میدونید که ماشین‌های امروزی منبع اگزوزی دارن که آلودگی‌ها رو خیلی کاهش میده. به اون منبع میگن کاتالیزور یا مبدل کاتالیست. میخوایم در این برنامه بریم ببینیم این منبعی که این آلودگی‌ها رو میگیره از چی و چطوری ساخته میشه. همین محوطه این دستگاه رو میبینید، زیادم بزرگ نیست. کل منبع کاتالیزور در اینجا ساخته میشه. این پوسته بیرونی منبع است که یک ورق فولادی رول شده است. ضخامتش رو چک میکنه که ببینه درسته و بره برای بقیه کار. این استوانه زردی که میبینید فیلتر اصلی کاتالیزوره. این فیلتر از فلزات مختلف تشکیل شده: پالادیوم، رودیوم و پلاتین که هر سه تا با لایه‌ای از سرامیک پوشیده شده. اینجا داره با لیزر استوانه رو چک میکنه که میزون باشه و کج و کوله نباشه. این اسمش مته که میفته دور فیلتر. این از فیبر سرامیک ساخته شده و کارش اینه که هم فیلتر رو گرم نگه میداره، همین که نمیذاره از اطرافش هوا رد شه. خوبه بدونید مبدل کاتالیز هرچی داغ‌تر بشه بهتر کار میکنه و آلودگی‌ها رو بهتر میگیره. اینجا مت کشیده میشه دور فیلتر. این دستگاه مت و فیلتر رو هل میده داخل سیلندر فولادی. این دستگاه یه مقداری سیلندر رو جمع میکنه که مت کاملا آب بندی بشه. اینجا هم با لیزر چک میشه که قشنگ آب بندی باشه، چون کوچکترین نشتی تو این منبع اونو بیفایده میکنه. اینجا شماره فنی و برند کارخونه میخوره روش. حالا باید دهنش جمع بشه که اندازه لوله اگزوز بشه. لبش هم میبره که آماده جوشکاری باشه. کاتالیزور آماده شد. این کاریه که یک کاتالیزور انجام میده. از این طرف گازهای سمی و مضر میره داخلش، از اون طرف دی اکسید کربن و آب میاد بیرون. اما اگر دوست دارید طرز کار کردنش هم بدونید، لطفاً کامنت بدین که چطوری کار میکنتش هم بسازیم. با سپاس از شما همراهان چیزومیز. آشنایی با آخرین اختراعات، ابتکارات و طرز ساخت چیزهای مختلف رو در چیزومیز دنبال کنید. لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و نظراتتون رو برای ما بنویسید.